سلام به شما. تا حالا این حس بهتون دست داده که انگار توی این دنیا گیر افتادین؟ یه جور نمیدونم حس محدودیت شاید. مهم. خب امروز میخوایم دقیقاً درباره همین مفهوم که خیلی هم شاعرانه است صحبت کنیم. این جهان زندان و ما زندانیان. بله. این نگاهیه که مثلا توی شعرهای مولانا زیاد میبینیم. دنیا رو مثل یه جور قفس میبینه برای روح. درسته. میخوایم ببینیم با کمک منابعی که داریم این ایده اصلا از کجا اومده و چه معناهایی میتونه داشته باشه برای شما، برای من. دقیقاً. و نکته جالبش اینجاست که این حس زندانی بودن خب فقط مال عرفان ما نیست. انگار یه چیز خیلی مشترک انسانیه. آها. امروز قرار این ایده رو از 4 تا پنجره میشه گفت کاملا متفاوت نگاه کنیم. عرفان اسلامی خودمون، بعد فلسفه اگزیستانسیالیسم، روانشناسی یونگ و آیین بودا. عالیه. 4 نگاه مختلف. بله، این مقایسه کمک میکنه ببینیم آدما تو فرهنگ‌ها و زمانهای مختلف چطوری با این حس خب کلنجار رفتن. خیلی خوبه. خب پس از فرهنگ خودمون شروع کنیم. عرفان اسلامی. گفتیم مولانا. بله. اون نگاهی که میگه روح ما از یه عالم دیگه‌ای اومده، یه جای بالاتر و حالا توی این جسم و دنیای مادی انگار اسیر شده. دقیقاً مثل اون تمثیل معروف نی که از نیستان جدا افتاده و هی ناله میکنه از درد جدایی. آفرین، خودشه. پس زندان اینجا یعنی همین دوری اون اصل الهی. آره. دقیقاً. زندان به معنی فراغ از مبدأ. مولانا هم که میگه زان جهان زندان شد این خاکدان، زان قفس شد قالب تن در جهان. یه حس، یه جور غم غربت همیشگی. یه غم غربت. خب حالا گفتی پنجره ها رو عوض کنیم. بریم سراغ اگزیستانسیالیسم. سارتر، کامو، اونها چی میگن؟ خب اینجا تصویر کاملا عوض میشه. دیگه بحث روح الهی و بازگشت و اینها خیلی مطرح نیست. آها. اینجا زندان بیشتر به معنی چطور بگم رویارویی با یه جور پوچی ذاتی جهانه. بار سنگین انتخاب کردنه. اضطراب ناشی از این که ما آزادیم اما پناهی نداریم. آزادی بی پناه. بله، انسان توی جهانی رها شده که هیچ معنای از پیش تعیین شده‌ای نداره. سارتر یه جمله خیلی تکان دهنده داره، میگه انسان محکوم به آزادی است. محکوم به آزادی یعنی خود آزادی میشه زندان؟ این یکم عجیبه. دقیقاً، چون مجبوری مدام انتخاب کنی و مسئولیت تمام و کمال انتخابات رو هم به دوش بکشی، حتی اگه نخوای. آها، فهمیدم. این بار مسئولیت، این حجم از انتخاب خودش میتونه حس زندانی بودن بده. راه رهایی هم از نظر اونا خب پذیرش همینه. پذیرش این پوچی و بعد ساختن معنا. خودمون باید معنا رو بسازیم. چه تفاوت بزرگی با نگاه عرفانی که همه چیز رو آخرش معنادار و وصل به یه مبدا میدید. بله، تضاد جالبیه. خیلی خوب. از این نگاه‌های بیرونی به جهان حالا بیا بریم تو دنیای درون. روانشناسی یونگ اون این زندان رو چطور میبینه؟ یونگ خب ما رو میبره به اعماق روان خودمون. از نظر یونگ زندان میتونه یه نماد باشه از اون بخشای تاریک وجودمون. بخشای ناشناخته، سرکوب شده. سایه؟ دقیقاً چیزی که یونگ بهش میگه سایه. ما در واقع میشه گفت زندانی ناآگاهی خودمون هستیم. ناآگاهی نسبت به تمامیت وجودمون، اون جنبه‌هایی از خودمون که انکار میکنیم، نمیبینیمشون، اونا دارن زندگی ما رو کنترل میکنند. پس یعنی کلید این زندان هم باز دست خودمونه ولی شاید توی ناخودآگاهمون قایم شده؟ دقیقاً همینه. یونگ حرف جالبی داره، میگه اون چیزی رو که در درونت نپذیری توی دنیای بیرون به شکل سرنوشت باش روبرو میشی. عجب. پس راه رهاییش هم شناختن این سایه هاست، پذیرفتنشون، در آغوش گرفتنشون تا بتونیم به سمت چیزی بریم که یونگ اسمش رو گذاشته فردیت، یعنی تبدیل شدن به خود کامل و یکپارچمون. فردیت خیلی جالبه. خب رسیدیم به نگاه 4، بودیسم. اونجا چطور؟
اون هم از زندان حرف میزنه؟ بله، ولی خب با یه زبان یکم متفاوت. توی بودیسم زندان در واقع همون چرخه بیپایان تولد، رنج، مرگ و دوباره تولده. چیزی که بهش میگن سامسارا. سامسارا، آها. ما توی این چرخه گیر افتادیم. علت اصلی این گرفتاری و این رنج مداومم از نظر بودا تمایلات ماست. دلبستگیامون، آتشی که برای چیزهایی داریم که ذاتاً گذرا هستن، ناپایدارن. پس این چسبیدن به چیزهاست که زندانیمون میکنه؟ دقیقاً همین خواستنها، همین چسبیدنها ما رو توی این زندان رنج نگه میداره. پس اینجا زندان بیشتر یه چیز ذهنیه انگار، یه حالت درونیه تا یه واقعیت بیرونی سفت و سخت. دقیقاً همینه. بودا میگه رنج وجود داره، خب، ولی راهی برای پایان دادن بهش هم هست. خب اون راه چیه؟ اون راه از طریق آگاهیه، هوشیاری لحظه به لحظه که بهش میگن مایندفولنس، مراقبه. و مهمتر از همه رها کردن. رها کردن این دلبستگی ها و این تمایلات شدید. رها کردن. بله. هدف نهاییم رسیدن به نیرواناست، یعنی خاموشی. خاموشی شعله‌های رنج و رهایی از این چرخه سامسارا یا همون زندان. پس ببینید چه مسیری رو رفتیم. از اون غم غربت روح توی عرفان خودمون رسیدیم به اضطراب آزادی توی اگزیستانسیالیسم. بله. بعد رفتیم سراغ سایه‌های پنهان درونمون با یونگ و آخرش هم چرخه رنج و دلبستگی توی بودیسم. انگار هر کدوم به یه نوعی دارن از یه زندان حرف میزنن. درسته. حالا چه زندان دوری از خدا باشه، چه زندان مسئولیت انتخاب توی دنیای بی‌معنا، چه زندان ناخودآگاه خودمون یا زندان خواسته ها و دلبستگی هامون. دقیقاً. انگار واقعاً 4 تا کلید متفاوت داریم برای فهمیدن این حس مشترک انسانی. 4 تا کلید؟ بله، کلید عرفان راهش بازگشت و وصل شدن دوباره به اون حقیقت یا معنای ازلی است. خب. کلید اگزیستانسیالیسم راهش پذیرش همون بی‌معنایی ذاتیه و داشتن شجاعت ساختن معنای شخصی. همینجا تو همین دنیاست. ساختن معنا. کلید یونگ راهش شناختن خود کامله با همه سایه‌ها و تضادهاش، حرکت به سمت یکپارچگی درونی. و آخری؟ و کلید بودیسم راهش آگاهی از ماهیت رنج، رها کردن دلبستگی هاست و رسیدن به اون آرامش نیروانا. خب حالا این سوال شاید برای شمایی که میشنوید باقی بمونه. تجربه شخصی شما از این زندان به کدوم یکی از این نگاه‌ها، این کلیدا نزدیک‌تره؟ سوال خوبیه. یا شاید اصلاً چالش اصلی اینه که یاد بگیریم چطور میشه بسته به موقعیت از همه این کلیدا استفاده کرد. شاید هر کدوم یه جایی به درد بخورن. شاید ترکیبی از اونها. دقیقاً. این فکریه که خب میتونید بعد از این گفتگو با خودتون همراه داشته باشید و بهش فکر کنید.